آقا سلام، من امیرم. حتی نمیدونم چرا این ویدیو رو دارم میسازم، ولی باید بسازم. حالا چرا باید بسازم؟ والا اگه بدونم. آها، بیاید از کالاف موبایل براتون بگم. آموزش یوتیوبر کالاف شدن با ماشالله. اول از همه تو باید دختر باشی. حالا با خودت میگی what the fuck، ولی باید بگم حقیقت داره. الان با خودت داری میگی کلی یوتیوبر معروف پسر داری، منم میگم درسته، ولی تو امکانات اونا رو داری. پس اگه دختری خوش اومدی به کامیونیتی کالاف، تبریک. ولی اگه پسری بهت خوش آمد میگم به جهنم. تو آره درست شنیدی، جهنم. تو باید با کمترین امکانات بهترین ویدیو با بهترین ایده بهترین ادیت بسازی. درکت میکنم مشی واقعا سخت. بعد همه این کارا رو انجام بدی یه چوزه ویو کنم میگیری. ای فلک تا کی کلک، ای زندگی. از تحریما که نگم. پس اگه میخوای یوتیوبر بشی، اونم با کالاف، اونم با کمترین امکانات، بهت خوش آمد میگم. بگاه رفتی عملا. کسخالی. پس اگه عشق به این کار نداری، فقط به خاطر پول اومدی، بگم سیکتیر کن مشی، سیکتیر کن. تنها حرفی که میتونم بهت بگم اینجا جای تو نیست. ساخت ویدیو کلا سخته، اونم کالاف. پس اگه داری با این اوضاع ویدیو میسازی، دمت گرم. داداش خودم مشی بیا بغلم. آقا ممنون که تا اینجا بودی. ببخشید اگه ویدیو کم بود، ولی به من خیلی حال داد. دمتون گرم. عشق منید. خداحافظ.